هلو یو گایز، چطورید بچه ها؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من امروز اومدم اولین ویدیو چنل یوتیوبم رو بذارم. میخوام تولید محتوام رو توی یوتیوب شروع کنم. لطفا از من حمایت کنید که حمایتتون خیلی به من کمک میکنه. فقط این یه چیزی بگم، این چنل فقط توی این چنل بازی های موبایل و اندروید بازی میشه و این چنل یه چنل گیمینگ و شما هم هر بازی که تو موبایل و اندروید میشناسید که خوبه به من بگید که من بازی کنم و ویدیوشو بذارم. من امروز اومدم بازی دریم لیگ رو بازی کنم و بهتون نکات مهمش رو بگم، چطوری زود پیشرفت کنید، چطوری زود بازیکنان طلایی رو بخرید و اینجور چیزا. خب وقتی ما اول وارد بازی میشیم، از ما یه مربی رو انتخاب میکنیم، اسم تیم رو انتخاب میکنیم، اسم مربی رو انتخاب میکنیم، یه بازیکن طلایی انتخاب میکنیم که به تیم کمک کنه. من مثلا اولین بازیکن طلاییم گریزمان بود. الان میبینید که طلاییام بیشتر شده. البته من بازیکنان طلایی بیشتری هم اول تیمم خیلی قوی بود که تیمم رفت اول، دوباره اومدم از اول شروع کردم و الان خیلی قوی نیستم. خب ما وقتی اول میایم تو دریم لیگ مثلا 1500 تا سکه فکر کنم به ما میده. آره 1500 تا سکه به ما میده. ما اون 1500 تا سکه رو باید چیکار کنیم؟ مثلا بعضیا میگن چرا من میام برای خودم بازیکن سفید میخرم، بازیکنامو قوی میکنم. نه اونطوری نیست. اونطوری تیم با بازیکن سفید اصلا تیمتون قوی نمیشه. با بازیکن آبی میاید استادیوم اول قوی میکنید. استادیوم خیلی مهمه، یعنی هر چقدر قوی کنی صندلیاش بیشتر میشه، فضاش بیشتر میشه و مردم بیشتر میتونن بیان توش و پول بیشتری به دست میاریم از استادیوم. اینجا رو که میبینید مای کلوب رو میزنید، اینجا استادیوم رو میزنید، میبینید استادیوم میمونه این که میتونید تقویتش کنید دیگه. مال من مکس تقویت نمیشه. اینجا هم به جز استادیوم چیزای دیگه هم هستن که اینا رو ما میتونیم با الماس تقویت کنیم. اول بریم سمت استادیوم ببینم این چیه، این لژند نوشته. بکنم اینو باید با پول واقعی بخریم. اینو بکنیم. مال من الان مکس نگاه کنیم 92 میگه اوورالش دیگه 92632 تا صندلی است که مال من هم همونطوری. نگاه کنین مثلا من میام چی کار میکنم. بعضیا میام مثلا اینجا اینو میزنن با مثلا میشه 22 20000 25000. مال من عوض نمیشه چون قوی شده مال من. اما نه این کارو نکنید. از همون اولش بیاید دونه دونه سکوها رو تقویت کنید. مثلا یکی اولش بکنم. مثلا میگه بیا مثلا من میکنمش 10 بذار یکم کنم قوی شه. نه نکنیش 10. از هم اولش پولتون رو جمع کنید، یک سره بکنید، مکسش کنید. مکس این 27 سکو 27. ما از اولش یک سره بکنیمش 27 خیلی بهتر از اینه که مثلا اولش بکنیم 10 بعدش بکنیم 20 آروم آروم بریم. اونطوری پول بیشتر میره. پولمون رو یک ذره جمع کنیم و بریم. مثلا دونه دونه اینا رو تقویت میکنیم که مال من الان به اعضای هر بازی که توی زمین استادیوم من باشه 52 تا سکه فقط برای استادیوم میده و به اعضای مثلا گل بیشتر پول بیشتری میده، دروازه هم بسته میده پول بیشتری میده و خیلی چیزای دیگه. به خاطر خیلی چیزای دیگه پول میده. خب ما اینا که با الماس میتونیم تقویت کنیم برای چی هستن؟ مثلا اینجا میایم اینو مثلا 150 تا الماس بدیم میشه 2 ستاره. که 2 ستاره باشه یعنی این برای اینه که فکر کنم نمیذاره بازیکنان مصدوم بشن، یا وقتی بازیکنان مصدوم میشن زود خوب میشن. بیمارستان دیگه، بیمارستان تیم میمونه فکر کنم. و اینجا جای مثلا خوابگاه میمونه فکر کنم. مثلا بازیکن من میتونم چقدر بازیکن داشته باشم. مثلا این مال من نیم ستاره است، میتونم 28 تا بازیکن داشته باشم. اما اگه 150 تا الماس بدم میشه یک ستاره، میتونم 32 تا بازیکن داشته باشم.
مثلا نمیتونم 33 تا بازیکن داشته باشم، باید یه بازیکن بفروشم که بشه 32 تا 31 تا بازیکن که بتونم بخرمش اگه یک ستاره باشه، و باید تقویتش کنیم که بتونیم بازیکنان بیشتر داشته باشیم. این برای چیه؟ اینم برای اینه که ترکیبای بیشتر داشته باشم. مثلا من 150 تا الماس بدم میتونم ترکیبای بیشتری داشته باشم، اون ترکیبای بیشتر و بهتر. خب این برای چیه؟ این برای اینه که ما مثلا یه بازیکن طلایی به ما مثلا فروشگاهمون بازیکنان قوی‌تری به ما پیشنهاد میده. مثلا ما بخوایم مثلا ما یه تورنمنت رو انجام میدیم، یه بازیکن طلایی شانسی به ما میده، ما بریم شانسی انتخابش کنیم، احتمال 90 و چند درصد 80 یا 81 بازیکن 80 یا 81 میده. اما اگه اینو تقویت کنیم بازیکنانمون بازیکنان طلایی میده ها، اما بازیکنان قوی‌تری میده. مثلا من 150 تا الماس بدم قوی‌تر میشه و بازیکنان طلایی بهتری به من پیشنهاد میده تو فروشگاه، و هم اگه بخوام شانسی بازیکن بیارم بازیکنان بهتری میاد. اینم با الماس قوی کنم فکر کنم الماسای بیشتری به ما میده وقتی لیگمون تموم میشه. خب حالا ما از اینجا بیام بیرون. این برای چی؟ کاستومیز چیه؟ اینجا ما میتونیم لباسامون رو عوض کنیم، لگومون رو عوض کنیم، اسم تیممون رو عوض کنیم، مثلا رنگ کفش بازیکن، شماره بازیکن رو عوض کنیم، لباس و استایل مربیمون رو عوض کنیم، اینجور چیزا که ما میایم بیرون. اینجا برای تمرینه، ما میایم تو اینجا برای خودمون تمرین میکنیم و چیزایی یاد میگیریم. مثلا میتونیم ایستگاهی تمرین کنیم. مثلا اینجا میگه اسکای بزن، من یه اسکای میزنم. خب مثلا یه اسکای دیگه بزنم، میتونیم اسکای برای خودمون تمرین کنیم. واقعا اسکاییامون میتونیم روش تمرین کنیم و بهتر بشن. و الان یکی پر با وینیسیوس، اما مثلا تو تیم من گریزمان ایستگاهی رو قشنگ میزنه، اما به نظر من وینیسیوس از گریزمان بهتر میزنه. اینجا چیه؟ اینجا فروشگاه، همونجا که گفتم اگه اون چیزا رو تقویت کنیم بازیکنان طلایی بهتری به ما پیشنهاد میده. این چه اسکوات فکر کنم این مثلا این میگه 490 تا سکه مثلا بزنیمش، اینو دو تا بازیکن به ما میده. دو تا بازیکن به ما میده که مثلا احتمال 15% این بازیکن‌ها طلایی باشن. این دو تا بازیکن خب اگه طلایی باشن ببینیم بازیکن خوبه ما میخوایم، چون اگه مثلا اولش وقتی میایم با تو بازی این چیزمون تقویت نشده و فقط بازیکن‌های سفید یا بازیکن برنز الان شده، قبلا سفید بود، من برای هم میگم سفید، ببخشید الان برنز فکر کنم بهش میگن. خب وقتی این بازیکن‌ها فقط بازیکن‌های برنز یا همون سفید به ما میدن، یعنی ضعیف کمتر از 70 اوورالشون، مثلا این 57 این 66، اما بالاتر از 70 باشه آبی میشه، بالاتر از 79 یعنی 8 بالاتر از 80 از 80 به بعد تا 86 هم طلایی هست. حالا نگفتم ایش کنم مثلا سفیده رو بزنیم احتمال 2% بازیکن طلایی به ما بده، آبیه رو بزنیم احتمال 5% به ما بازیکن طلایی بده، اما اگه اون لژندر رو یا هم طلایی رو بزنیم احتمال 15% به ما بازیکن طلایی بده. حالا اینجا چیه؟ اینجا همون جایی که گفتم مثلا بازیکنان شانسی میده، مثلا اگه 371 تا الماس بدم اون لژندر رو یا هم طلایی رو بازیکن از 80 به بالا میده، اما احتمال الان چون اون فروشگاه من تقویت نشده که بهتون گفتم باید با الماس تقویتش کنیم، احتمال زیاد بازیکن 80 یا 81 بده، قوی خیلی قوی نمیده. این فقط ما اینا رو با الماس نمیخریم، ما اینا رو مثلا من بهتون پیشنهاد میکنم اینا رو با الماس نخرید، چون مثلا یه تورنمنت میاد میگه مثلا 42 تا امتیاز به وقتی 42 تا امتیاز بشی 42 امتیازه مثلا به ازای هر بازی 33 امتیاز میده. وقتی 42 امتیاز بشیم یه بازیکن شانسی به ما میده، یه طلایی شانسی یا یه آبی شانسی. وقتی اینا رو بده مثلا یه طلای شانسی به ما میده، ما اونو میزنیم دیگه، این بازیکن یا یک بازیکن از 80 به بالا به ما میده که واقعا خوبه، به تیممون کمک میکنه. یعنی وقتی که تازه شروع میکنیم پولمون رو به استادیوم خرج استادیوم کنیم و این بازیکنان شانسی طلایی هم برای ما میاد. خب از اینجا بیام بیرون. اینجا حالا میریم سمت تیممون. من تیمم رو چون تا یکم
قبلش شروع کردم. من اول تیمم خیلی قوی بود چون رفت اول، من اومدم یه تیم دیگه زدم، برای همین خیلی قوی نیست. حالا ما اینجا رو بزنیم ترکیبامونه. من ترکیبای زیادی ندارم و هر اون جایی که گفتم جای تمرین هر چقدر قوی کنیم ترکیب بیشتری رو. این چیه؟ اینجا مثلا الان اینطوری اینا بازیکنان تعویضی ما هستن، اما وقتی اینو بزنیم این میاد سمت راسته، این میاد. میتونیم کاپیتان رو انتخاب کنیم، کاپیتان تیممون رو که من گریزمان انتخاب کردم چون واقعا قبل از همه تو تیم بوده. پنالتی زن و اسکاهی زن و یا هم فریکیک زن و کورنر زنا رو که مثلا کورنر زن سمت راست و چپ و که من دیمارکو انتخاب کردم. حالا بیام این چیه؟ این برای اینه مثلا الان میبینید انرژی گریزمان نگاه کنید نارنجیه یعنی کمه، اما اگه اینجا من بیام نگاه کنید سمت چپ پایین میگه 9 تا سکه بده انرژیش رو 100 کنید. من دادم نگاهم انرژی سبز مکس شد انرژیش. اما مثلا اینجا بخوایم مثلا پول ندیم، مثلا این طلایه من یکی دارم این لجند، اگه این بزنیم با همه بازیکنانمون انرژیشون سبز میشه، قوی میشه، انرژیشون بیشتر میشه. مثلا آبی باشه انرژی کمتر میشه. مثلا این لژنده 50% انرژی میده براتون. خب پایینتر از اون چیه؟ اینجا چی؟ ما الماسا رو برای اینجا هم لازم داریم. مثلا این چیه؟ این اولیه که من روشم، این وقتی من 13 تا سفید دارم نگاه کنید، این میگه مثلا من 17 تا دارم، اگه آبی داشتم سفید فقط یه نفر تقویت میکنه که اونم خوب تقویت نمیکنه، 5% تقویت. اما مثلا آبی باشه 2 تا بازیکن تقویت میکنه و بیشتر تقویت میکنه. اما اگه طلایی باشه 3 تا بازیکن همزمان با هم تقویت میکنه، بیشتر از آبی هم تقویت میکنه، یعنی بهتر از آبی است خیلی. اما 213 تا الماس میخواد طلایی، آبی هم 71 تا الماس. من الان یه سفید دارم. حالا اینجا سمت چپش پایینش نوشته دیگه چیه بازیکن‌ها رو قایم میکنه. کنترل بازیکن‌ها، پاسکاری بازیکن‌ها، شوت زنی بازیکن‌ها، تکل زنی بازیکن‌ها. حالا من یکی میزنم. من چرا نزنم؟ نگاه کنید. نگاه یه بازدفاع من که 62 هست رو قوی کرد، خیلی هم قوی نکرد. من چرا اینا رو نمیزنم؟ الان همشو کردم 17 هیچ نزدم. برای اینکه من اینا رو نگه میدارم وقتی تیم من همش شد طلایی، همه رو با هم میزنم و بازیکنان طلایی رو قوی میکنم. مثلا الان بزنم شانسی میزن دیگه، ممکنه بازیکن سفید زیاد قوی بشه. من نمیخوام بازیکن سفید قوی بشه چون بعداً دیگه لازمش ندارم. من نگه میدارم وقتی با تیمم خیلی قوی شد اون موقع استفاده کنم. حالا پوینتر که شکل قلبه، این چیا رو تقویت میکنه؟ اینم مثل همون سفیده 1 نفر رو، آبی 2 نفر رو، طلایی هم 3 نفر رو قوی میکنه. من 2 تا آبی دارم 10 تا سفید. این استارت زنی بازیکن‌ها رو قوی میکنه، سرعت بازیکن‌ها رو قوی میکنه، اتک بازیکن‌ها رو قوی میکنه، اینجور چیزا، سرعتش رو، اینجور چیزا رو. اینم که یه دستکشه دروازه‌بان‌ها رو قوی میکنه، مثل همونا یه سفیده دروازه‌بان، آبی 2 دروازه‌بان و طلایی 3 دروازه‌بان. من فقط این ستاره که تازه اومد تو بازی نفهمیدم چیه، اینو هم بعداً بفهمم چیه بهتون میگم. خب الان اینم تیم منه. من الان اینجا میتونم ترکیبم عوض کنم که من نمیخوام همینو میکنم. مثلا این سمت راست پایینه مثلا گلکیپر مثلا میزنی دروازه‌بان هامون رو میاره دیگه، لازم نیست تو ترکیب دومارشو میاره. مثلا دفندر رو میاره که دفاعمون هستن، میدفایلدر چیه انگلیسی میگن، هافبک میدفایلدر چی، اینا رو میاره که الان اینا همه هافبک منن. و اینجا فورواردامو میاره. خب حالا اینجا بریم. این نوشته چالنجز. اینجا مثلا به ما میگه، اینجا به من گفته اینجا 2 تا بازی آنلاین ببر 50 سکه بهت میدیم. اینجا چیزایی که ما میگه رو انجام بدیم سکه و الماس میدیم. مثلا اینجا به ما الماس میده اگه چالش رو انجام. خب مثلا اینا همه چالشه. خب از اینجا بگذاریم. حالا ما بریم درباره بازی ها صحبت. اصلا میایم اینجا لیگامون هست، لیگای آفلاینمون یعنی، اما اینترنت باید باشه که بتونیم بازیشو کنیم. مثلا آنلاین نیست اما باید اینترنت داشته باشیم. حالا وقتی من میام اینجا لیگ
لیگامون هستن. مثلا 2-3 تا لیگ. یه لیگ اینه که کلا لیگ باید تو لیگ اول باشین که من خرابش کردم و پنجمم الان، اما 2 تا امتیاز با اولی اختلاف دارن. اگه ببرم ممکنه بهشون برسه. این هیچ. این لیگ اسمش گلد کاپ. اولش گلد کاپ نیست. اولش یه لحظه من نگاه کنم. اولش ضعیفه. بعد از گلد کاپ بکنم چیزه لژند کاپ، چی نه لژند نیست، دایموند کاپ بکنم. حالا این کلا حذفی است. اول حذفی، ما باید بازی ها رو حذفی انجام بدیم که من تو نیمه نهایی باختم و نتونستم به فینال. حالا این لیگمونم از اولش گروهیه که من تو همون مرحله گروهی موندم و نرفتم تو حذفی. اینجا هم که بازی هم رو بازی میکنم. مثلا گفته دیویسیون 1 که همون این لیگمونه. مثلا تو همه لیگ هست. مثلا وقتی لیگام تم بشن، بازی آخری یه منتخب از تیمایی که باشون بازی کردیم، مثلا یه منتخب که بهترین بازیکن‌های تیمایی که باشون بازی کردیم توشه و ما باشون بازی میکنیم. اونم خودش یه جام. حالا ما مثلا هر کدوم از این بازی ها رو انجام بدیم به ما پول میدن. اونجور که گفتم به هر بازی که توی استادیوم ما باشه یه پولی به ما میدن. خوب از اینجا بگذر. اینجا بخش آنلاینش. مثلا ما اینو بزنیم که من الان نمیرم، من ثبت رو میزنم. این آنلاین، با مردم آنلاین بازی میکنیم. این مثلا وقتی آنلاین بازی کردیم، تو کسایی که آنلاین بازی میکنن رتبه‌مون نشون میده. وقتی رتبه‌مون بالا باشه بهمون پول میده. این چیه؟ اینو ما وقتی بخوایم با دوستامون 2 نفر بازی کنیم، مثلا یه کدی میزنیم. یه کد میزنیم که مثلا هم به اون دوستمون میگیم اون کدو بزنه، با هم شروعش میکنیم، سرچو میزنیم و بازی شروع میشه. این چیه؟ اینا همیشه اینطوری نیست. این یه تورنمنته که تازه اومد. مثلا اینجا که گفتم مثلا میگه 42 امتیاز ببرید، یه بازیکن طلایی میدیم شانسی با 1600 تا سکه. مثلا اگه 34 تا امتیاز ببریم یا همون پوینت 200 تا سکه میده با یه بازیکن آبی. مثلا 15 تا پوینت ببریم 40 سکه میده با یه تقویت آبی، از اون تقویت هایی که سرعت بازیکن‌ها، استارت بازیکن‌ها رو قوی میکنه. این هم اونجور چیزاست که ما بعدا بازیش میکنیم. مثلا اینجا چی؟ مثلا اینجا این بازی‌ها که تو واقعیت انجام میشن، میگه مثلا تو دقیقه 4 بازی تمام شده، میگه اگه ببرید 75 تا سکه به شما میده و شما 5 بار فرصت دارید که ببرید. بار اول رو فری بازی میکنید، بار بعدی که به بازی میخوای بار بعدی بازی کنید بعد 20 تا سکه بدید که بازی کنید. حالا به من میگه اینجا که نوشته این تیم شماست. خب ما بگذاریم از این چیز مهمی نیست. مثلا اینجا تو فروشگاه مثلا اومدیم، اینجا یه چیزایی میده، مثلا بازیکن‌ها رو تقویت کرد. بچه‌ها این چیزی که شما میبینید دور بازیکن‌ها، این مثلا نشون میده اگه چقدر پر شده باشه بازیکن چقدر میتونه تقویت بشه. مثلا ولاهویچ این طلاییه دیگه، از اول 83 نبوده، تقویت شده 83. تو اینجا بازیکن تقویتی رو به ما میدن، مثلا یه 510 تا الماس بده این بازیکن، یه بازیکن توی 8 تا بازیکن و یکیشو شانسی براتون میاد. خب اینجا وقتی میریم تو مای کلوب، اینجا رو میزنیم. وقتی اینترنت نداریم میخوایم آفلاین بازی کنیم، میتونیم اینطوری با تیمای مثلا بازی کنیم با تیما بدون اینترنت. لیگ هم نیست، همینطوری بازی میکنه شانس. اینجا که میگین اینجا چیز، مثلا اینجا چیه، اینجا چیه، اینجا چیه، اینا چیزایی که مثلا تو فروشگاه یه چیزی میاد به من میگه، این مثلا میگه باید پول بدید که هیچ. همینطور دیگه همه چیز رو گفتم فکر کنم دیگه. مثلا اینجا تنظیماتشه، درصد مثلا کنترل بازی رو نشون میده، با صدای بازی و اینجور چیزاشو، حرف زدن اون چیزه، کسی که حرف میزنه اینجا مثلا تنظیمات نمایششه. اینجا ما میتونیم به ایمیل وصلش کنیم. اینجا ما مثلا میخوایم اینجا به ایمیل وصلش کنیم، من اینجا به ایمیل وصلش میکنم. مثلا
اینجا به ایمیل وصلش کردم این رو ایمیل. اما مثلا اگه اینطورش کنم زدم از ایمیل دیگه تو ایمیل رو ایمیل نبود رفت. مثلا وقتی زدم رو ایمیل بازی رو حذف کردم میتونم این تیمم رو روی گوشی دیگه بیارم. مثلا اینجا اگه اینو بزنید اینو میتونید تیمتون رو دیلیت کنید که بره از اول که این کارو نکنید. این هیچی. مثلا اینجا این از اول بازی است. مثلا میگه این چیزا اینا مثلا من 8849 تا دارم. مثلا اگه بیشترش کنم مثلا اینجا میگه 3000 9000 تا داشته باشید اینو بده. این چیه؟ اینو نگاه کنید. مثلا رو وینیسیوس میزنم این نگاه اینو وقتی اینو بزنیم 10 تا الماس میخواد. 10 تا الماس برای چی؟ وینیسیوس برای 2 تا بازی میشه 88. نگاه نوشته 3 تا به اضافه 3 به اضافه 2 به اضافه 1. هر مثلا این طلایی به اضافه 3 یعنی اوورال وینیسیوس 3 تا بهش اضافه میشه. اونم برای 2 تا بازی نه برای همیشه. برای این و این چیه؟ اینم مثلا گفتش تو 6 روز وقت داری. 6 روز و 9 ساعت و 33 دقیقه. مثلا اینجا میاد اگه مثلا هم بازی میکنین این چیزا رو به شما میده. این چیزایی که دارم نشون میدم به شما میده که هر چقدر داشته باشی مثلا اول 20 که میده بعدش اینو میده. این چیه؟ مثلا این هم برای اینه. مثلا میاد اینجا اینا رو میبینی مثلا باید 100 تا الماس بزن که یه شانسی 50% 75% یا 150% شانسی میاد. حالا وقتی بیاد مثلا من 50% بدم برای 3 تا بازی اینا رو بیشتر به من میده. اینا چطوری به دست میان؟ به ازای هر بازی که بازی میکنم به من میده اینا رو. خب این هم که اینا رو میده دیگه. خب من همه چیز رو فکر کنم گفتم. فقط اینجا موند که اینا چیه. اینجا چیه؟ نگاه کنید. این میگه اگه 275 تا برد داشته باشی یعنی 32 می. مثلا من هر چقدر بریم مثلا اولش که مثلا هیچ بردی نداریم شماره 1. مثلا 5 تا برد داریم 2. هر چقدر بردمون بیشتر میشه اینم بیشتر میشه. مثلا بریم 375 تا برد داشته باشیم این میشه 36 که بهتر میشه. 4 ستاره 5 ستاره این که بعدش میشه این دیگه عوض میشن. آخرش هم دیگه فکر نکن آخر داره خیلی زیاده. نگاه 10,000 تا برد باید داشته باشیم که واقعا کار زمان بری. اینجا مثلا بازی‌ها که آنلاین بازی میکنیم میبریم به اعضای هر کدومش اینا میمونه. اینا رو که هر چقدر بیشتر باشیم تیممون معروف‌تره. مثلا توی لیگ بهتره. مثلا من تو 18 همم توی مثلا میشه 17 هم. من اینجا میتونید کشورمون رو انتخاب کنید. مثلا ایران. اینو مثلا میاد اینجا نگاه کنید. اینجا یه لحظه اینجا مثلا میگه 20 بار قهرمان شدید، 5 بار دوم شده، 3 بارم 6 بارم سوم شد. مثلا تیم من 3 ستاره است. تیم من یعنی اگه بشه 5 ستاره تیممون فکر کنم همش طلایی باشه میشه 5 ستاره. حالا دیگه میتونیم قوی‌ترش کنیم. اینجا پوینتمون 70. وقتی اینو بزنیم نگاه کنید این اوورالمونه. مثلا با اینجا این ردیف بازی‌های لیگمونه که بهتون گفتم. این بازی‌های آنلاینه. اینم اون بازی‌هایی که بهتون گفتم آفلاین ما میتونیم همینطور بازی کنیم اونا هست. اینم بازی‌هایی که هستن که با دوستانمون بازی میکنیم. خب مثلا گفته تو 247 تا بازی کردی اینجا بجز همه ها بجز آنلاین فقط اون بازی‌های لیگی. 171 تاشو برنده شدی، 27 تاشو مساوی کردی، 49 تاشو باختی، 505 تا گل زدی، 191 تا نمیدونم این چیه گل چیه. خب مثلا 127 بار کلینشیت کردی، 105 تا کارت زرد گرفتی. همین مثلا اینو عوض کنی پلیر تیممونه. مثلا بیشترین گل تو تیم کی زده؟ آنتونیو گریزمان با 361. اینم فکر کنم منظورش اینه که بیشترین بازی رو که انجام داده. 392 تا ستفورد که نمیشناسمش. بیشتر اسیست هم گریزمان انجام داده. خب مثلا میگه گرونترین بازیکن تو وینیسیوسه.
با 2625 تا که بیشترین هتریک و وینیسیوس کرده با 10 تا هتریک. اینم مثلا تیم بیشترین، میتونیم اینجا نگاه کنیم بیشترین گل رو کی کرده، گلای بازیکن‌ها رو میتونیم نگاه کنیم. مثلا وینیسیوس 91 تا گل کرده، سوم تو تیم. اسماعیل سیبری فکر کنم سیبری 103 تا گل. کارت قرمز مثلا ون آکین 15 تا کارت قرمز داره. این هم جامایی که بردیم، مثلا آکادمی دیویسیون که فکر کنم اولین جام، بعدش آماتور دیویسیونه، اون لیگو هستن دیگه. اون لیگی که گفتم کلا لیگی باید اول باشه تو لیگ. بعدش دیویسیون 4، دیویسیون 3، دیویسیون 2 که بازی نکردم. یه چیز دیگه بگم که وقت هر چقدر استادیوممون قوی کنیم میریم لیگ بالاتر. اینو چون لیگم استادیومم یک سر خیلی بالا رفت دیگه، تو دیویسیون 2 بازی نکردم، مستقیم رفتم دیویسیون 1. اینم الیتی دیویسیونه، لژندر دیویسیونه که من هنوز بهشون نرسیدم. این چه؟ اینو که گفتم دیگه، وقتی بازیات یه لیگ کلا تمام بشه با منتخب تیمایی که باشون بازی کردیم منتخب ایجاد میشه و با ما بازی میکنه که من 5 بار بردم. این چیه؟ این مثلا جام بین قاره‌ایه، بعضی بارها اول میایم چیزو بازی میکنیم، فکر کنم اینه، یه لحظه نمیدونم اینه یا این، یه جام جهانیه، بعدش درست شبیه جام جهانی نیستن و اما جام جهانی که من هنوز نبردمش. بعد از جام جهانی، وقتی جام جهانی رو قهرمان بشیم میریم بین قاره. ما یه تیمیم که با قاره ها بازی میکنیم، قاره آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا، آسیا، اینا دیگه، آفریقا که ما باشون بازی میکنیم. اینا مال این برنز کاپ، اینا گلد کاپه که من نشون دادم. همون اول حذفی بازی میکنیم که گفتم، بعدش دایموند کاپ بعد از گلد کاپ. اینم که گلوبال چالنجر کاپ، اونی که اول گروهی بعدش میری حذفی. اینم مال اونه که فقط اون یه جام داره که دیگه می‌نیم مثلا بری لیگ بالاتر هم جامش عوض نمیشه. و از اینجا بیایم بیرون ببینم دیگه اینجا چه نکاتی داره. مثلا وقتی شما بازی میکنید اینجا، وقتی شما بازی میکنید مثلا یه گل میزنید، این گل به نظر خیلی قشنگه، اون گل رو برای خودت سیو میکنی. اونجا یه چیزی هست که میزنی و سیو میکنی، من بعدا تو بازی‌ها بهتون میگم چیه. اینا ایموجی هستن که میتونی با الماس ایموجی‌های بیشتری بخری، تو بازی آنلاین میتونی استفادهشون کنی دیگه. اینا دیگه من این یه ویدیو، امیدوارم خوشتون اومده باشه از ویدیو که گذاشتم. لطفا از من حمایت کنید و بگید دیگه سوالی دارید درباره دریم لیگ، لطفا از اون تو کامنت ها بگید. هر بازی دیگه که میشناسید تو کامنت ها بگید و اینا دیگه. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و دیگه ویدیو بعدی بازی ها رو بازی میکنیم، تورنمنت رو بازی میکنیم با هم، بعد نکات توی بازی رو بهتون